سرخط خبرها: شناسایی یک ساحه باستانی در لغمان. طالبان میگوید پیشینه تاریخی آن به دوره بودایی باز میگردد. تنش تازه تهران و واشنگتن. ایران خواسته های خود را مشروع و مسئولانه خواند. ترامپ پاسخ تهران را غیر قابل قبول توصیف کرد. کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله. شمار تلفات ارتش به 18 نفر رسید. و شکست 2-0 رئال مادرید در نیوکمپ. بارسلونا با این برد قهرمان در لالیگا را جشن گرفت. سلام، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر از رایان نیوز. من مهدی احمدی هستم. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که در ولسوالی قرقئی ولایت لغمان در نزدیکی اردوگاه دائمی مهاجران و دامنه کوه سیاه یک ساحه باستانی تازه شناسایی شده است. با گفته این وزارت، پیشینه تاریخی این منطقه به دوره بودایی باز می‌گردد و در آن آثار مجسمه‌های حکاکی شده روی سنگ، طاقچه‌ها، دیوارهای قدیمی و دیگر نشانه‌های باستانی مشاهده شده است. طالبان همچنین گفتند که در سال 1404 خورشیدی حدود 70 اثر تاریخی در سراسر افغانستان بررسی شده و در نهایت 15 اثر تاریخی جدید به ثبت رسیده است. این در حالی است که طالبان در دوره نخست حاکمیت خود برخی آثار تاریخی افغانستان از جمله مجسمه بودا در بامیان را ترخیب کرده بودند، اقدامی که واکنش گسترده جهانی را در پی داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خواسته های تهران را معقول و مسئولانه توصیف کرد و آمریکا را به اتخاذ مواضع یکسو و نامعقول متهم کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را کاملا غیر قابل قبول خواند. بقایی تاکید کرد که پایان تنش‌های منطقه‌ای، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، تأمین امنیت تردد در تنگه هرمز و برقراری صلح در منطقه از جمله مطالبات مشروع ایران است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی انفجار یک پهپاد متعلق به حزب الله در مرز لبنان، یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. به گزارش شبکه الجزیره به نقل از ارتش اسرائیل، با این رویداد شمار سربازان کشته شده اسرائیلی به 18 تن افزایش یافته است. این در حالی است که اسرائیل روز گذشته از انجام حملات گسترده به جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده بود که بیش از 20 موضع وابسته به حزب الله را هدف قرار داده است. حملاتی که به گفته منابع اسرائیلی چند کشته نیز بر جای گذاشته است. بارسلونا با شکست 2-0 رئال مادرید در حساس‌ترین دیدار فصل لالیگا قهرمانی خود را در این رقابت‌ها قطعی کرد و برای 29مین بار جام قهرمانی فوتبال باشگاه اسپانیا را به دست آورد. این دیدار عصر یکشنبه در چارچوب هفته 35 لالیگا برگزار شد و شاگردان هانسی فلیک بازی را هجومی آغاز کرد. بارسلونا در دقیقه 9 با ضربه آزاد زیبای رشفورد به گل نخست رسید و تنها 9 دقیقه بعد توریس گل دوم را به ثمر رساند تا آبیاناری‌ها نیمه نخست را با برتری کامل به پایان برسانند. بارسلونا با این پیروزی در حالی که 3 هفته تا پایان فصل